تعداد آسیب دیدگان در عملیات ارتش میانمار از شماره کت‌های شفاخانه اساسی کاکس بازار بسیار زیاد است. خانواده های کمی از عملیات میانمار در ولایت راخین که آن را پاککاری قومی نامیدند امین ماندند. فاطمه 6 ساله وقتی جهیدن از طبقه دوم خانه آتش گرفتهشان پایش را شکست. حالا به سختی گپ میزند. نه فقط برای فرزند خودم، برای فرزند دیگران که از دست ارتش کشته شدند غم میخورم. دیگر پدران هم عین من غمگینند. سربازان دختران زیادی را تجاوز کردند، زدند و آدمان زیادی را کشتند. بسیاری از خانواده ها هنگام فرار و تا رسیدن به مرز بنگلادش از هم جدا شدند. نابالغان به سرپرست ماندند. حالا به هم آوردن کودکان و والدانشان اولویت کاری سازمان‌های امدادی به مثل کمیته بین المللی صلیب سرخ است. این کار در بین 500,000 فراری آسان نیست. پیدا کردن یک نفر و به هم آوردن خانواده ها سخت است، چون آنها در اردوگاه های گوناگون از اوکیت تا تکنوف پراکنده شدند. از این روی یافتن و به هم آوردن آنها آسان نیست. بعد از معالجه زخم‌ها قرار است به پناهجویان که وحشت زیاده را دیدند کمک‌های روانی رسانند. ما طبیب و عین زمان انسان هستیم. دردی که آنها میکشند طاقت فرسا است. آنچه که از سر میگذرانند وحشتناک است. من این گونه وضع را اصلا ندیده بودم. با آنکه بنگلادش برای وسیع کردن اردوگاه‌ها برای 5 میلیون پناهجوی دیگر آماده می شود، بسیاری ها نگرانند که ممکن است مردم زیاد جفا کشیده به نگاه بین مانند.